أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات آغازین و ابتدایی این سوره مبارکه بعد از معرفی کتاب، بعد از قرآن، ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، دو گروه یادشون و تذکرشون شد. یکی متقین یا همون مؤمنین الذین یؤمنون بالغیب، و گروه دوم کسانی که کتاب را قبول ندارند، کفر می‌ورزند. ان الذین کفروا سواء علیهم. حال در این آیات که تلاوت گردید، گروه سومی که موسوم هست به منافقین، تذکره و یاد این گروه سوم هست. منافقین کسانی هستند که هم از نظر اعتقادی و از نظر باور ایمان کافرند، اما به خاطر بعضی منافعشان اظهار می کنند اسلام را، به ظاهر مسلمان هستند، در صف مسلمانان هستند و احکام اونها احکام ظاهری احکام مسلمانان هست. این منافقین می بینیم کلماتی که قرآن مجید درباره اینها میگه، از نظر قرآن، از نظر خدای عزوجل، این منافقین خیلی بدتر، خطرناکتر از کفار هستند، به دلیل اینکه اینها در درون ما هستند، از همه اسرار آگاهند، به همه امور واقفند و توطئه‌ای که اینها بکنند با توجه به اطلاعات کافی و کاملی که دارند، اون توطئه‌شان کارآمدتر میشه، پس ضربه اینها سنگینتر خواهد بود و خطر اینها بیشتر. الله تعالی می فرماید و من الناس، من تبعیضیه هست، بعضی از مردم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر. بعضی از مردم اونهایی هستند که اون کسی هست، اون کسانی هستند که میگویند آمنا بالله و بالیوم الآخر، ما ایمان آوردیم به خدا و به روز آخرت. ادعای چی هست؟ اصل، مبدأ، معاد، توحید، قیامت. به این دو ادعا دارند. خب وقتی که مبدأ و معاد ذکر بشه، بقیه همه در وسط و در درج اون خواهد آمد. اما الله می فرماید و ما هم بمؤمنین. خدای تعالی تنها ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت را نفی نمی کند، مطلق نفی می کند. و ما هم به مؤمنین، آنها مطلقاً مؤمن نیستند، کلاً مؤمن نیستند.
و ما نافیه هست، مؤکد شده، تأکید شده با بمؤمنین. این با تأکید بیشتری می کند. اونها هرگز اصلا مؤمن نیستند. یخادعون الله. خب سوال اینجاست که وقتی که اونها مؤمن نیستند چرا میگویم ما مؤمنیم؟ هدفشون چی هست؟ چرا میگن آمنا بالله؟ الله تعالی غرض یقولو را و علت یقولو را اینجا بیان می فرماید. یخادعون الله بنویسید غرض یقولو. چرا میگویند آمنا بالله؟ یخادعون الله، آنها فریب میدهند خدا را، والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آورده، مؤمنین را. ببین یخادعون الله، فریب و خداع به کاری میگویند، به نیرنگی میگویند که در غفلت کسی، از غفلت کسی سوء استفاده بکنی و خداعش بدی، فریبش بدی. الله عزوجل که عالم الغیب هست، از غفلت الله تعالی پاک هست و ظاهر و مخفی را میداند. چگونه خداع و فریب در حق الله عزوجل صدق می کند؟ الله تعالی که فریب داده نمیشه. یخادعون الله معنیش چی هست؟ بعضی اینجا توجیه کردند که مضاف مقدره، اصل است یخادعون رسول الله والذین آمنوا. اونها پیامبر خدا را فریب میدهند. اینکه یخادعون رسول الله، کلمه رسول را مقدر کردند. اکثر مفسران از تفسیر کبیر گرفته تا کشاف، تا مدارک، تا تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر بحر المحیط، همه مفسرین اینجا رسول را مقدر کردند. پس معلوم میشه که همه این مفسرین اعتقاد دارند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غیب نمیداند، مثل خدای تعالی نیست. و الا اگر چنین اعتقادی داشتند خب برای پیغمبر هم همین سوال پیدا میشد. پس الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انسانی هست مثل بقیه انسان ها، از غیب خبر ندارد. کسی می تواند با او خداع کند همان گونه که منافقین می کردند. بنابراین اینجا کلمه رسول مقدر است، یخادعون رسول الله. و می دانید که هر کسی با پیامبر برخوردی بکند همون برخورد با خدا حساب میشه. به این خاطر یخادعون الله گفته شد. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت رسول اطاعت خداست. و من یعص الله و رسوله، معصیت و نافرمانی رسول نافرمانی خداست، محبت رسول محبت خداست. پس یخادعون الله ای یخادعون رسول الله، خداع پیغمبر گویا خداع خداست. گرچه الله عزوجل از خداع پاک است، عالم الغیب هست، ولی رسول مکرم صلی الله علیه وسلم را که فریب دادند علیاذ بالله گویا خدا را فریب میدند. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که بندگان خدا را فریب میدهند، مؤمنین را فریب میدهند. خب والذین آمنوا آمده، میگن این واو در والذین آمنوا عاطفه نیست، واو تفسیریه هست بر اساس توجیه دوم. واو چیه؟ تفسیریه. یعنی چه؟ یعنی یخادعون الله
تفسیر یخادعون الله چیه؟ والذین آمنوا، منظور کسانی هستند که ایمان آوردن. منافقین به زعم خودشان مؤمنین را فریب میدهند، پیغمبر خدا را فریب میدهند، اما الله عزوجل میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، آنها در واقع فریب نمیدهند مگر خودشون را. چرا؟ چون که نتیجه این خداع فضاحت و رسوایی اونهاست که در دنیا و در آخرت دامن اونها را میگیرد. پس خودشون را فریب دادن، کلاه به سر خودشون گذاشتن، دلشون خوشه، چون که نتیجه این خداع را خواهند دید، به کیفر اعمالشان خواهند رسید. و ما یشعرون، این نتیجه دوم خداع، نفی فهم صحیح، شعور ندارند، فهم ندارند، متوجه نیستند. آخه انسان ذره اگر معرفت داشته باشه، معرفت رب داشته باشه، متوجه میشه که این کاری که من میکنم به ضرر خودم هست. پس و ما یشعرون این نتیجه دوم خداع هست که نفی عقل شده از اونها، نفی فهم صحیح شده. خب منافقین که این کارها را میکنند، خداع میدهند، فریب میدهند، دلیلش چیه؟ علت چیه؟ فی قلوبهم مرض، اینجا شما بنویسید علت. فی قلوبهم مرض، الله میفرماید در دلشان مرض هست، یعنی اینکه خداع میدهند علتش اینه که مریضند. منظور از مریضی چیه؟ منظور از مریضی شک و نفاق است. هر مریضی که مریضی به حساب میاد، اینجا میتونه مریضی به حساب بیاد، این در مرض داخل است. مثلا شک، نفاق، سوء عقیده، کفر، عداوت با رسول الله، اینا تمام مرضند. علت این خداع همه این امراض هست. تفسیر ابو سعود بر مرض نوشته استعیر ها هنا لما فی قلوبهم، به صورت استعاره و مجازن آورده شده آنچه که در دلشان هست، من الجهل و سوء العقیدت و عداوت النبی صلی الله علیه و سلم. در دل اونها چی بود؟ جهل بود، کفر بود، سوء العقیده بود، عداوت با رسول الله بود و غیر ذالک من فنون الکفر، انواع کفر که در دلهایشون بود. اینها را قرآن به یک کلمه تعبیر کرده بسیار جامع، فی قلوبهم مرض. واقعا این از جوامع الکلم است. پس مرض، شرک هم مرضه، کفر هم مرضه، شک هم مرضه، عداوت و دشمنی مرضه، جهل و سوء عقیده و هر چیزی که در دلش دارد مرض هستند. پس همه را با کلمه مرضون ذکر کرد. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الله در اونها افزود از نظر مرض، یعنی خداوند عزوجل مرضشان را چند برابر کرد، اضافه کرد، که اونها این فزادهم الله مرضا این نتیجه دنیوی هست، نتیجه اخروی جلوتر می آید که اونها در آخرت عذاب علیم را دریافت می کنند، عذاب علیم را می بینند. پس فزادهم الله مرضا، خداوند عزوجل اضافه کرد مرض را، یعنی چه؟ این تفسیرش چیه؟ یا اینکه خدای تعالی با
ترقی و رشد مسلمانان روز به روز حسد اونها را و شرایط درونی اونها را که سوختن بود روز به روز بیشتر میکرد الله تعالی. چنانچه علامه آلوسی میفرماید فزادهم الله مرضا زیادت الله مرضهم اما بتضعیف حسدهم، این که خدا مرضشون را بیشتر کرد به سبب تضعیف مرض بود، حسد بود، به نعم الله تعالی علی رسوله والمؤمنین. روز به روز نعمت خدا بر رسول بر مؤمنین اضافه می شد، پس اینها مرضشون اضافه می شد، بیشتر می سوختند، بیشتر آتش می گرفتند. و دیگه این که او ظلمت قلوبهم بتجدد کفرهم بما ينزل سبحانه شيئا فشيئا من الآيات والذكر الحكيم. روح المانی. یا اضافه مرض کنایه از این هست که روز بروز کفرشون اضافه میشه. چطور؟ مثلا امروز 5 سوره نازل شده، اینا کافر به 5 سوره هستند، فردا 10 تا میشند، پس کفرشون بیشتر میشه، به هر 10 تا منکرند. چند وقت بعد 50 تا میشن. هر چی که ایمانیات اضافه میشوند، وحی بیشتر نازل میشه، اینها مرضشون اضافه میشه چون کفرشون اضافه میشه. پس 2 تفسیر شد، یکی این که مرض روز به روز سوزش دل، حسد به خاطر پیشرفت و ترقی بیشتر میشه، یا اینکه نه فزادهم الله مرضا کفرشون بیشتر میشه چون هر چی که احکام و دستورات بیشتری نازل میشه نه بازم کفر. خب این نتیجه دنیوی هست. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، این نتیجه اخروی هست. الله می فرماید برای آنها عذاب دردناک است، بما كانوا یکذبون، این سبب عذاب است، به سبب اینکه اونها تکذیب کردند، به سبب تکذیب عذاب دردناک. خب باز هم زجر و توبیخ بر منافقین. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هرگاه به آنان گفته می شد لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید در زمین. اینم یکی دیگر از مرضها، فساد نکنید. ببینید فساد منافقین چی بود؟ منافقین می رفتند چون که در وسط مسلمانان زندگی می کردند، اسرار مسلمانان را می دانستند، نکات ضعف و قوت را می دانستند، می رفتند همه اینها را به کفار می گفتند، افشاگری می کردند، کفار را بر علیه مسلمانان تحریک می کردند. بسا اوقات به خاطر همین تحریک ها درگیری ها اتفاق می افتاد. خب اینا همه فسادند. لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنی به این معنی هست. چنانچه می فرماید و کان فساد المنافقین فی الارض، امام نصفی گفته فساد منافقین این بود که انهم كانوا یمایلون الكفار و یمالئونهم علی المسلمین، کفار را متمایل می کردند و تحریک می کردند بر مسلمانان، به افشاء اسرارهم، اسرار مسلمانان را پیش کفار افشا می کردند. اینا چیزی نداره، اینا پول ندارند، از نظر مادی صفرند و غیره. و اغرائهم علیهم، اونها را تحریک و تهییج می کردن بر علیه مسلمانان. و ذلك مما یؤدی الی هیج الفتن بینهم، این باعث می شد که فتنه ها بین مسلمانان و کفار برخیزد، بلند بشه. پس عنایت بفرمایید که فساد همینه، فساد سخنچینی، فساد تحریک، فساد جنگ افروزی، اینها را الله تعالی می فرماید که
اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. پس این صفت نفاق است، جنگ افروزی بین مسلمانان، تفرقه ایجاد کردن، مسلمانان را بر علیه همدیگه تحریک کردن، این فامیل و اون فامیل را بر علیه همدیگر آماده کردن و اسرارشون را به هم گفتن. عیناً اینها صفات منافقین هستند. اما اونها چه ادعایی داشتند؟ قالوا انما نحن مصلحون. انما میدونی برای حصر است. آنها میگفتند جز این نیست که ما مصلح هستیم، ما اصلاحگر هستیم، بغیر از اصلاح کاری نمی کنیم. اما الله عزوجل با همون تأکیدی که اونها گفتن انما نحن مصلحون، الله با تأکید بیشتر ادعای اونها را رد می فرماید. کلمه تنبیه هم است، الا که برای تنبیه تذکر هست. انهم هم، ان هم حرف تأکید، هم که دوباره تکرار شده، این تأکید بر تأکید. الله تعالی با شدت تمام ادعای اونها را رد می فرماید. الله می فرماید الا، خبردار، آگاه باش، خوب گوش کن، انهم هم المفسدون، همانا آنها، فقط و فقط آنها هستند مفسدان، ولكن لا یشعرون، اما اونها درک ندارن، شعور ندارن، متوجه نیستن. این ولكن لا یشعرون جهل مرکب هست، جهل مرکب اونها را میرساند. جهل مرکب همونه که انسان یه چیزی را نمیداند و درباره نادانیش هم نمیدانه که من نمیدانم. مثلا من و شما یک علمی را خب بلد نیستیم، نمیدونیم، علمی که مربوط به ما نیست، نخوندیم، ریاضی، فیزیک، شیمی هست، خب ولی میدونیم که نمیدونیم. نه، هر که بگه که میدونیم میگه نه نمیدونم. خب اینقدر اطلاع داره که علم ندارم. اما گاهی انسان یه چیزی را نمیداند، فکر میکنه میدانم، نمیدونه که نمیداند. این جهل مرکب است. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. این دیگه هیچ وقت اصلاح نمیشه، این هیچ وقت متنبه و آگاه نمیشه. این فکر میکنه همیشه من میدونم. لذا الله میفرماید هم المفسدون، اما ولكن لا یشعرون، درک ندارند، شعور ندارند که ما مفسدیم، فساد خودشون را نمیدونند. یک کسی اگر فساد خودش را بدوند امکان داره توبه بکند. پس و هذا اما ناشئ عن جهل مرکب. این ولكن لا یشعرون میفرماید این نشأت گرفته از جهل مرکب. فاعتقد الفساد صلاحا، فساد داره میکنه، فساد را صلاح میداند. و اصروا واستكبروا استکبارا، روح المانی. پس فسادی که داره میکنه این را صلاح میداند و بر اون اصرار هم دارد، تکبر هم داره، غیر از اون دیگه هیچ چی قبول ندارد. مثل اهل شرک، اهل خرافات که شرک میکنند ولی به زعم خودشون عبادت میکنند. خب این عبادت که وقتی میکنه هیچ وقت از عبادت بر نمیگرده. این جهل مرکبه، این نمیدونه که من نمیدونم، این فکر میکنه همه چیز را من میدونم. لذا الله میفرماید الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید همانا اونها هستن فقط مفسدان، للمسلمون، نه مسلمانان. ولكن لا یشعرون، اما آنها نمیدانند. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس. خب خباثت دوم منافقان، هرگاه به آنها گفته میشه ایمان بیاورید همان گونه که ایمان آوردن مردم، این ایمانی که شما داری به درد نمیخوره، مثل بقیه مردم ایمان بیارید.
یعنی چه ایمانی؟ ای ایمانا مقرونا بالاخلاص، ایمانی که مقرون و متصل با اخلاص باشد و بعیدا عن شوائب النفاق، از آمیزش نفاق بدور باشد. ایمانی که با اخلاص باشد و از آمیزش نفاق بدور باشد. اونها خب اینجا هست کما آمن الناس، طریقه ایمان را هم خدا مشخص کرده، همان گونه که این مردم ایمان آوردند. الناس الف لام عهدی هست، مردمان خاص مراد است. منظور از الناس کی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و یارانیشون. منظور از الناس پیغمبر خدا و صحابه. بعضی گفتن که مراد از الناس اون یهودیانی که با اخلاص ایمان آورده بودن، مثل عبدالله ابن سلام و امثاله، چون که یهودی ها هم غالبشون، منافقین غالبشان یهودی بود، لذا به اونها گفته میشد که ببین اونها هم یهودی اند اما ایمان مخلصانه دارن، شما مثل اونها ایمان بیارید. پس بعضی گفتند منظور صحابه‌ای که قبلا اهل کتاب بودن. بعضی از مفسرین میگن نه، مطلق منظور از الناس رسول الله و یارانش. پس رسول الله و یارانش را خدای عزوجل معیار ایمان قرار داده. یعنی به منافقین میگه ای منافقین طریق ایمان شما اینه. در جای دیگه در همین سوره الله میفرماد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان بیاورن مثل ایمان شما ای مؤمنان، اون وقت بر هدایت میشن. پس از نظر الله عزوجل در این دو آیه ملاک ایمان، معیار ایمان و الگوی ایمان چه ایمانی هست؟ ایمان اصحاب، ایمان همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما امروز هم معتقدیم که امت تا زمانی بر صلاح و بر فلاح و بر نجات خواهد بود که ایمانشان، اعمالشان، اخلاصشان، عملکردشان مثل اصحاب باشد، اصحاب گونه باشند. اصحاب را اونطور که در روایت آمده کن نجوم ستاره هدایت قرار بدهند. ما و اصحابیم چو کشتی نوح، هر که دست اندر زند یابد فتوح. لذا هر کسی که وارد این کشتی بشه اون نجات مییابد، اون به ساحل میرسد. کشتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب داشتن. شما در این چند سوره‌ای که خواندید از ابتدا ملاحظه فرمودید که ایمان اصحاب، اخلاص اصحاب از نظر الله عزوجل مورد تایید است. خداوند فرمود اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی، دلشون را ظرف تقوا قرار داد. اینجا هم میفرماید به منافقین گفته میشه آمنو کما آمن الناس. پس این عقیده هست، ایمان مثل ایمان صحابه باشد، معیار ایمان صحابه هست. اما نظر منافقین را ببینید، دیدگاه منافقین درباره صحابه. قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، آنها می گفتند آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که این سفها ایمان آوردند؟ پس به صحابه سفها می گفتند، سفیه می گفتند، بیخرد می گفتند. سفاهت یعنی حماقت.
پس این دیدگاه اونها بود، اونها قبول نداشتن مسیر صحابه را. اما خدای عزوجل چه عکس العملی نشون میده؟ این خیلی مهم است. منافق این القاب نامناسب را به مؤمنین واقعی، به مؤمنین مخلصین، کسانی که در رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند میگفتند، الله تعالی با چه کلمه ردعیه‌ای، با چه تأکیدی، تأکید بر تأکیدی پاسخشون میده. الله میفرماید الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار، آگاه باش. الا معنیش همینه، گوشهایت را باز کن. انهم، همانا آنان، هم بازم حصر، فقط اینها یعنی این منافقین هستن سفها، اینها هستن بیخرد، اینها هستن احمق. ولكن لا يعلمون، باز هم جهل مرکب، اما حماقت خودشون را نمیدانند، حماقت خودشون را نمیدانند و دیگران را سفیه میبینند. پس از نظر خدای عزوجل اونهایی که به مؤمنین مخلص سفیه میگویند، به مؤمنین مخلص طعنه میزنند، بد و بیراه میگویند، الله میفرماید خودشون هستن سفها. جواب الهی. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. خباثت سوم، مرض سوم، وقتی که با مؤمنان مواجه میشن به ظاهر میگه ما با شماییم، ما مسلمانیم، اما وقتی که با گروه خودشون، با یهودی ها، با مشرکان، با شیاطین همراه میشن، اونها را اطمینان میدن که ما با شما هستیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. هرگاه ملاقات میکنن با کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، میگویم ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم. هرگاه تنها میشوند به سوی شیاطینشان، خلو ذاهبین الی شیاطینهم، خلوت میکنند در حالی که میروند به طرف شیاطینشان. قالوا انا معکم. اونها شبهه دارند درباره اینها، شما که شب و روز در مسجد هستید، در اون جماعت هستید، شما حتما با اونهایید، با محمد و اصحابش هستید. میگه نه. قالوا انا معکم، میگویند ما با شما هستیم. خب پس اونجا چی کار میکنید؟ جوابش اینو چی میدید؟ بازم جواب شبهه. انما نحن مستهزئون، ما آنها را استهزا میکنیم، مسخرهشون میکنیم. خداوند عزوجل جواب میده الله یستهزئ بهم. خدا اونها را مسخره میکنه، نه اونها. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. و آنها را میکشد الله در سرکشی خودشان، در طغیان خودشان. یعمهون، سرگردانند. عمه یکی از عمیه، عمیون، صم بکمون، عمیون. عمیه میگوین نابینایی چشم را، اما بجای یا اگر آخر ها باشد، عمه نابینایی دل را میگند. یعمهون یعنی سرگردان، نمیدونند چه کنند، نمیدونند کجا برند. یعمهون جا سرگردان هست. خب یک اشکال دیگه و اعتراض دیگه که اینجا وارد میشه اینه که الله فرمود الله یستهزئ بهم، خداوند اونها را استهزا میکند. استهزاء خدا چیه؟
خدا چطور مسخره میکند اونها را؟ بعضی گفتند که استهزاء الله به این معنی است که به کیفر استهزاء اوشون میرساند، اما در کنار اون قرار گرفته با همون تعبیر ذکر شد، به خاطر جوار، به خاطر همسایگی. ببین مثل این است که در قرآن آمده جزاء سیئة سیئة مثلها، جزای بدی بدی هست. ببین کسی به شما ظلم کرد، بدی کرد، تو گوش شما زد، شما خب این میشه سیئه. شما انتقام خودتون را بگیرید، قاضی میگه بیا انتقام بگیر، شما انتقام بگیری، اینم بده نیست. جزاء سیئه نیست. اگر از یک سیئه را شما انتقام بگیری این حسنه هست، این خوبه، ولی سیئه گفته شده چون در کنار اون سیئه قرار داره، و الا جزای سیئه سیئه نیست، جزای سیئه حسنه، خوبه. پس الله یستهزئ، الله مسخره نمی کند، بلکه الله عزوجل اونها را انتقام میگیرد. خداوند اونها را به کیفر اعمالشون که عملشون چیه؟ استهزاست، میرساند. به خاطر جوار، به خاطر همسایگی، اینم تعبیر شده به چی؟ به استهزاء. الله یستهزئ بهم ای ان ینتقم منهم، این هست که خدا از اونها انتقام میگیرد، و یعاقبهم، و بر استهزایشون عذابشون میده، و یسخر بهم و یجازیهم على استهزائهم. الله تعالی به اونها یسخر بهم یعنی مسخرهشون میکنه، به این معنی که و یجازیهم علی استهزائهم، بر استهزایشون جزایشون میده. فسمى العقوبه به اسم الذنب. ببین استهزاء خودش گناه هست، این عذاب اون گناه هست، این که خدا اونها را به عذاب گرفتار میکنه این عذاب گناه هست، ولی عذاب هم چی؟ به خاطر جوار بر عذاب هم نام همو عقوبت را گرفتند، نام ذنب را گرفتند. این عذابی هست، عذاب استهزاء، ولی میگه خودش را گفتن استهزاء. الله یستهزئ بهم. یا اینکه این جواب اول بود. جواب دوم اینه که خداوند با اونها معامله مستهزی میکند. چطور معامله مستهزی میکند؟ خدا همه چیز را میدوند که اینا در درونشون کفر است، شرک است، ایمان ندارند، ولی با اونها معامله مؤمنین میکند. در دنیا خداوند دستور داده که احکام اسلامی بر اونها اجرا بشه. در نماز میخونن بذار بخونن، در جهاد شریکن، سهمی از غنیمت بهشون بدهید، در قبرستان مسلمانان دفن نشن، مال و جانشون معصوم محفوظ، بهشون تعرض نشه. یعنی این در واقع نوع استدراج است، مهلت دادن اونهاست، به نوع مسخره اونهاست. اونا فکر میکنند که کسی متوجه نیست، الله همه چیز را میداند، به وقتش اونها را عذاب میده. پس این جواب دوم است. و اما یعاملهم سبحانه و تعالی، یا اینکه خداوند با اونها معامله میکند معاملت المستهزئ، معامله کسی که استهزاء میکند. اما فی الدنیا، در دنیا چطور؟ به اجرای احکام الاسلام، احکام اسلام را بر اونها اجرا میکند. و استدراجهم من حیث لا یعلمون، و اونها را کم کم به طرف عذاب میبرد. اونها اصلا نمیدونن ما داریم به طرف عذاب میریم، تا اینکه آخر تو عذاب میفت. و حتی در آخرت
با اونها معامله مستهزی میشه. چگونه؟ وقتی که در آخرت مؤمنین نور میگیرند و با نور میروند از پل صراط رد میشند، منافقین هم نور میگیرند، نور میگیرند و اونا هم خوشحال میشند که ما داریم از پل صراط رد میشیم، کسی متوجه نشد، پس ما منافقیم، میریم به طرف بهشت. وسط راه، نیمه راه میرسند، چراغا خاموش میشه، نورشون تمام میشه، از اونجا به بعد میافتن وسط جهنم. این معامله مستهزی است با اونها. پس در دنیا هم با اونها معامله مستهزی میشه، در آخرت هم معامله مستهزی میشه. لذا الله می فرماید الا ان الله یستهزئ بهم، الله اونها را استهزا می فرماید، و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و آنها را می کشد الله در سرکشیشان که سرگردانند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، این نتیجه نفاق است. الله می فرماید این انسان ها، این گروه، اشتروا، خریداری کردند، الضلالة بالهدى، گمراهی را خریدند در مقابل ضلالت، در مقابل ضلالت، ببخشید در مقابل هدایت. یعنی گمراهی و ضلالت خریدند و هدایت دادند. عرض کنم خدمت شما، اشترا شما میدونید یعنی خریدن. اشتراک صورت بگیرد، در یک طرف مبی هست، جنس و کالا هست، در یک طرف دیگه چی هست؟ پول هست، ثمن هست. شما مثلا مشتری باشید، میرید جنس را میخرید، پارچه را میخرید، به طرف پول میدهید. پس اینجا که منافقین ضلالت را خریدند، جنس و کالا مشخص شد، ضلالت است. چه چیزی به عنوان ثمن دادند؟ آمده بالهدى، هدایت دادند. مگر منافقین هدایت داشتند که هدایت بدند؟ مگر ایمان داشتند؟ بعضی گفتن مراد از هدایت، هدایت فطری هست. ببین کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت ایمانی، بر فطرت دینی به دنیا میاد. پس یک هدایت فطری ابتدایی دارد که در اون هدایت فطری نه شرک است، نه مجوسیت است، نه یهودیت است، نه نصرانیت است، هیچی نیست. فاباه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، ابواه، پدر و مادر هستند که بعدا او را یهودی میکنن، مسیحی میکنن، مجوسی میکنن و غیره. پس ابتدا یک هدایت فطری دارند. بعضی مفسرین گفتند که اشترا، خریدند گمراهی را در مقابل ثمن. چی دادند به عنوان ثمن؟ همون هدایت فطری را. اشتروا الضلالة بالهدى. اما بعضی دیگه معتقدند که نه، اشترا اینجا به معنای حقیقیش نیست، به معنای خریداری نیست، به معنای اختیار است. به معنی چی است؟ اختیار است. اشتروا الضلالة بالهدى، با به معنی علا میشه در این صورت. یعنی اختاروا الضلالة علی الهدى. دو چیز خدا جلویشون گذاشته بود، یکی گمراهی، یکی هدایت. پس اینها از این دو اختیار کردن گمراهی را بر ضلالت، ترجیح دادن گمراهی را بر هدایت و ترجیح دادن ضلالت را بر هدایت. گفتم ما ضلالت میخوایم، هدایت نمیخوایم. پس اشترا به معنی چی هست؟ اختیار باشد. اختارو اگر باشد اشکالی نمیاد. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریداری کردند یا اختیار کردند گمراهی را بر هدایت. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. الله می فرماید این تجارتشان سودمند نشد، سود نکردند
علت و ما کانوا مهتدین، اینها هدایت یافته نبودند، نمیدونستند. انسان وقتی که در تجارت ناشی باشد ضرر میکند، ورشکست میشه. اینها همچون ناشی بودن ورشکست شدن، همه چیز را به باد دادن، گمراهی و ضلال خریدن. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. بعد از اینکه چند تا از امراض منافقین بیان شد، الان حقیقت حال اونها را الله تعالی به وسیله دو تا مثال مشخص می کند. جمهور مفسران و اکثر مفسران معتقد هستند که این هر دو مثال مال منافقین است. به این صورت که مثال منافقان، اولین مثال را میخوانیم. مثال منافقان کمثل الذی استوقد نارا، مثل اون کسی هست که آتشی روشن میکند. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که روشن میشه اطراف اون آتش، دیگه نور دارد، اطراف را روشن میکند، اطراف قابل دید میشه. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات، خداوند میبرد نور آنها را و رها میکند آنها را در تاریکی که لا یبصرون، نمیبینند. پس ببینید اینجا مثال چگونه هست. مثال این گونه هست که منافقین ابتدا ایمان آوردند به ظاهر. این ایمان به ظاهر اونها چی هست؟ مثل افروختن آتش است، روشن کردن آتش است. خب ایمان آوردن یعنی آتشی روشن کردن در یک جای تاریک. این آتش چیکار میکند؟ اضاءت ما حوله، اطراف را روشن میکند. یعنی اونها با ایمان آوردن خودشون به منافعی رسیدند. منافع چی بود؟ این بود که اولا جان و مالشان محفوظ، با اونها هیچ جنگی نیست، اونها در امان هستند، مثل بقیه کفار بقیه مشرکین نیستند. پس این منافعی هست که برای اونها داره. نه، اما این منافع تا آخر نمیماند و نماند. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خداوند نور را از بین برد، در تاریکی اونها را گذاشت. به این معنی که خداوند افشا کرد بر پیغمبرش، افشا کرد نفاق اونها را، کفر اونها را، که اینها به ظاهر چنینند، در درون کافرند. پس عنایت داشته باشید که ذهب الله بنورهم کنایه اصلی هست از افشاگری. این تفسیری هست که عامه مفسرین میکنند و میگویند که این آیه در حق منافقین است و این مثال اول منافقین هست. این تمثیل در حق منافقین است. تمثیل دومشون او کصیب از اونجا شروع میشه. اما حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی، معتقد است که چنین نیست. یعنی برعکس تمام مفسران معتقد هر دو مثال مال منافقین است. شیخ رحمه الله میفرماید اینجا ذکر دو گروه آمد، اول ذکر کفار آمد، دوم ذکر منافقین آمد. مثالها، تمثیلها به همون ترتیب هستند. تمثیل اول همین که خواندیم مال کفار است، تمثیل دوم مال منافقین است. چگونه؟ این توضیح میدم، اما این نکته را فراموش کردم خدمت شما عرض کنم که ما داریم یکی تشبیه، یکی تمثیل. تشبیه مفرد را به مفرد تشبیه بدیم.
زید را مثلا به شیر تشبیه میدیم، زیدون کالاسد. یا مثلا حاتم را به دریا تشبیه میدیم در سخاوت، فرد را به فرد، مفرد را به مفرد. اما گاهی یک مجموعه را به یک مجموعه تشبیه میدهند، این را در اصطلاح چی میگن؟ تمثیل. این را در اصطلاح میگن تمثیل. شما خواندید در کتابهای بلاغت. پس این تشبیه نیست، این چی هست؟ تمثیل است. خداوند فرد به فرد، مفرد به مفرد، کلمه به کلمه تشبیه نمیده، مجموعه احوال را به مجموعه احوال، یعنی مرکب به مرکب. پس این اسمش هست تمثیل. به همین خاطر گفته میشه مثلهم. لذا مثلهم یعنی تمثیل آنان. خب الان وجه تطبیق این تمثیل با احوال کفار چگونه هست؟ به این صورت است که الله میفرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال این کفار مشرکین مکه، قریش مکه در ایمان نیاوردن، مثل اون کسی هست که استوقد نارا، آتشی افروخته، آتشی روشن کرده. این کس که آتش روشن کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم است که از آتش انسان چی حاصل می کند؟ نور، حرارت، نور، راهنمایی. پس الذی مراد از الذی بر اساس تفسیر شیخ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. و اینجا اندماج هم است، کسی که آتشی روشن کرده. و بنویسید و حوله رجال قاعدون، اطراف اون آتش مردانی هستند که نشسته، مردانی هستند که چی؟ نشستند. خب توجه بفرمایید که آتش روشن کننده پیغمبر است، یعنی دعوت توحید را، دعوت حق را آورد. این خودش موجب روشنایی میشه، موجب نور میشه. اطراف مردانی نشستند، همین قریش مکه، مشرکین مکه، کسانی که ایمان نیاوردند. خب وقتی که فلما اضاءت ما حوله، اطراف وقتی که روشن شد، یعنی همه جا نور گرفت، اینها چون از اون نور استفاده نکردند، اینها چون از اون نور استقبال نکردند، ذهب الله بنورهم، خداوند این نور آنها را از اونها گرفت برد. یعنی پیامبر عظیم الشان از مکه کوچ کرد، هجرت کرد، رفت. این نور برای انسانهای منطقه دیگری بود، چون اینها ایمان نیاوردند. کجا رفت؟ مدینه رفت. پس این نور را برد برای کسانی دیگه، اینها محروم ماندن. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اهل مکه در تاریکی ماندند، هیچ جا نمی دیدند. از اون نوری که پیامبر آورد استفاده نکردند، چنان ماندند که حواسشون را از دست دادند. سمون، اونها ناشنوا بودند یا ناشنوا هستند. بکمون، لال هستند. عمیون، نابینا هستند. فهم لا یرجعون، پس اینا هیچ وقت بر نمیگردند. ای من الکفر الى الاسلام، الى الایمان. از کجا به کجا بر نمیگردند؟ از کفر به ایمان بر نمیگردند. ببینید اون چه که شیخ رحمه الله ذکر می کند در این آیه بیشتر همخوانی دارد با احوال کفار. اونجا شما هم خواندید
وقتی که خداوند در اول همین صفحه وقتی که خداوند احوال کفار را بیان کرد چی فرمود؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ایمان نمی آورند. چرا؟ علت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. مهر جباریت خورده بر چشم و گوش و دل اونها. اینجا هم همینه، صم بکم عمی فهم لا یرجعون. پس این صم و بکم و عمی به خاطر چی است؟ مهر جباریت. پس این حالت با حالت کفار بیشتر چی دارد؟ شباهت دارد تا منافقین. او کسیبین، او مثال منافقین است. پس وقتی که مثال کفار هست، الذي استوقد نارا، تکرار میکنم، الذي استوقد نارا پیامبر عظیم الشان است که آتش را افروخت، یعنی نور هدایت را آورد. و فیه رجال قاعدون، اونجا مردانی نشسته بودند، اما اون مردان از این آتش و از این نور استفاده نکردند برای راه خودشون، برای مسیر نجات خودشون. وقتی که استفاده نکردند، ذهب الله بنورهم، خداوند عزوجل این نور را برد، یعنی محرومیت اهل مکه از نور توحید. شیخ می فرماید این مردم مکه از نور توحید دیگه محروم شدند و تو تاریکی شرک ماندند که هیچ چی نمی دیدند. لذا همونطور که قبلا گفته شو، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینها دیگه از کفر هیچ وقت به سوی ایمان بر نمیگردند. خب صم بکم عمی، آیا این تکلیف ما لا یطاق نیست که خدای عزوجل به اونها گوش نمیدهد؟ حواس را از اونها میگیره، باز میگه گوش کنید. بهشون چشم نمیدهد، میگه ببینید. بهشون زبان نمیدهد، میگه بگویید. نه، این که چشمشون را از دست دادند، گوششان را و زبان را از دست دادند، به این معنی است که خودشون از اینها استفاده نکردند. امام نصفی نوشته کانت حواسهم سلیمه. این نیست که از اول، اگر از اول چشم و گوش و زبان نداشتن خب معذور، اما حواسشان چی بود؟ سالم بود. ولكن لما صدوا عن الاساغة الى الحق مسامعهم، وقتی که گوشهاشون را از گوش کردن به حق بستند، خودشون گوشهاشون را بستن، گفتن نشنویم. و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، و زبانشان انکار کرد که به حق اقرار کند، که ان ينظروا او يبصروا بعيونهم، که با چشمان ببینند. لذا نخواستن ببینند. جعلوا كأنما ایفت مشاعرهم، وقتی که خودشون استفاده نمی کنند، پس اینا قرار داده شدن مثل کسانی که آفت زده مشاعرشان را، گویا که چشم و گوششون را آفت گرفته نمی شنوند. پس گناه خودشون، خدای تعالی اونها را محروم نکرده، مهر نزده که اونها محروم بشن، به سبب عملکرد خودشان مهر خوردند. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. این مثال دوم است. اگر مثال اول اونطوری که جمهور علما باشد، میگویند مال منافقین باشد، پس او کصیب او للتنویع هست. او برای چی هست؟ تنویع، یعنی یک نوع دیگر از مثال، یک مسئله دیگر گوش کن. معنیش اینه
یعنی اون اولین مثالشون، این دومین مثالشون. پس او کصیب من السماء، یا اینکه مثالشون مثل، ببخشید، او للتنویع در صورتی میشه که مثال اول مثل برای کفار باشد، این دومی مال منافقین. للتخییر در صورتی میشه که یا این مثال را برای منافقین اختیار کن یا اون مثال را. پس اگر هر دو مثال مال منافقین باشه او للتخییر است. اگر اولی برای کفار و دومی، باز اون وقت تنویع، نوع دیگر. اون نوع اول مال کفار بود، این نوع دیگر مال چیه؟ منافقین است. مثال منافقین ذکر کرده مثل ابری که از آسمان میاد. کصیب یعنی ذوی سیب، مثل ابری که از آسمان هست، یا بارانی که از آسمان میاد. از سما هم کل ما علاکه، بالای سر آسمان است. خب ببینید ابر که بیاد، تو اون ابر احوالات مختلف است. فیه ظلمات، در ابر تاریکی هست. و رعد و برق، در ابر رعد و برق است. وقتی که ابر سیاه بیاد، رعد و برق شروع بکنه، مردم چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار میدهند انگشتان خودشان را در گوشایشون. من الصواعق، از بیم صاعقه. حذر الموت، از ترس مرگ. خب الان این ترجمه شد، اما مثال چگونه تطبیق میخوره با منافقین؟ کصیب من السماء، صیب به معنی ابر، به معنی باران، مراد قرآن مجید است که از بالا آمده. قرآن هست که از طرف خدای عزوجل آمده. اما تو قرآن چه مسائلی هست؟ فیه ظلمات و رعد و برق. در او ظلمات تاریکی هست و رعد هست. ببینید منظور از ظلمات بعضی گفتن شدائد و تکالیف، یعنی هر وقتی که قرآن نازل شده و بخواهی بر قرآن عمل کنی، بالخصوص راه توحید را در یک ماحول شرکی بگیری، برات مشکلات هست، برای زحمت و رنج هست. و بعضی میگن که ظلمات و رعد وعیدهای قرآن و تخویفهای قرآن. قرآن وعید میکند بترسید از عذاب من، مواظب باشید که در دنیا عذاب میاد، در آخرت میاد. پس مراد وعید و چی هست؟ تخویف است. خوب توجه داشته باشید. برق چیه؟ گاهی که برق میزنه مقدار روشن میشه. منظور از برق فواید دنیوی ایمان است. مثلا گاهی در جنگ همراه بودند، غنیمت بهشون رسید. اگر غنیمت نرسید، حداقل همین جان و مالشون محفوظه، هیچ کسی به اونها تعرض نمیکنه، اونها مثل مسلمانان حساب میشند. پس برق یعنی فواید دنیوی. اما وقتی که رعد و برق بیاد، کسی که زیرش باشد دست به گوش میکند. منافقین هم دست به گوش میکردند. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دست به گوش میکردند که قرآن نشنوند، اون وعیدها را نشنوند، تخویفها را نشنوند، رد شرک را نشنوند. من الصواعق، صواعق عرض کنم صاعقه منظور همین وعده و وعیدهای قرآنی هستند. حذر الموت، از بیم مرگ، حذر الموت مفعول له است، به خاطر ترس مرگ. مرگ چیه؟ مرگ ایمان برای اونها. برای اونها مرگ چی بود؟
ایمان. میترسیدند که ما اگر گوش کنیم متأثر نشیم، ایمان نیاوریم. پس اونها وقتی که قرآن نازل میشد بنابر توصیه بزرگان خودشون گوش نمی کردند، از وعده و وعیدها فرار می کردند. پس مثال منافق مثل این انسان هست. والله محیط بالکافرین، خداوند نسبت به چنین کافرین احاطه کننده هست، احاطه کرده. خب این که بنده عرض کردم موت برای اونها، موت یعنی ایمان، قرطبی نوشته جعلهم اصابعهم فی آذانهم، این که انگشتان را در گوش میکردن به خاطر چی بود؟ لئلا یسمعوا القرآن، تا که قرآن نشنوند، فیؤمنوا به و به محمد، و تا اینکه ایمان نیاورند به قرآن و به محمد. و ذلک عندهم کفر والکفر موت، ایمان آوردن کفر بود و کفر چیه؟ موت هست. پس الله می فرماید که یکاد البرق یخطف ابصارهم، وقتی که رعد و برق هست در اون بیابان سرگردان، نزدیک هست که برق برباید چشمان اونها را. خطف ربودن را میگن، الاخذ بسرعه. چنان هست که کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برای اونها، یعنی تو یک تاریکی محض موندن، هر وقتی که کمی فضا و بیابان روشن میشه مشوا فیه، میروند. اما و اذا اظلم علیهم، هرگاه بر آنها تاریک میشه قاموا، می ایستند. خب اینجا با مثال چگونه تطبیق داره؟ تطبیقش به این صورت است که وقتی که روشنی برای اونها از طرف قرآن میاد، از طرف اسلام میاد، از طرف دین میاد، مثلا فتحی، موفقیتی، خوشخبری، غنیمتی، مشوفی، میروند به طرف اون. سهم ما کجایه؟ برای منافع میروند. اما و اذا اظلم علیهم، وقتی که تاریک میشه، مثلا مصائب میاد، تکالیف قرآنی میاد و تکالیف دینی میاد، نماز صبح میاد، شرکت در جهاد میاد، رفتن به غزوه تبوک میاد، اینجا دیگه قامو، میستن، تاریک دیگه، اینجا خطرناکه. پس چنین هست منافقین. این مثال منافقین است. در پایان الله می فرماید ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر الله می خواست چشم اونها را و گوش اونها را می برد، گوش و چشم اونها را از بین، یعنی حواسشان را. ولی الله عزوجل هنوز مهلت داده. ان الله علی کل شیء قدیر، این علت است، بدون شک خداوند بر هر چیز قادر و توانا هست. بله. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اینجا از یا ایها الناس بعد از اینکه خداوند سه گروه را ذکر کرد، گروه اول مؤمنین متقین، گروه دوم کفار، گروه سوم منافقین، حال الله تعالی همه را به سوی عبادت یا توحید فی العبادت دعوت میدهد. همه بیایید به سوی عبادت من، و دلائل را هم خدا ذکر میکند. چرا عبادت کنید فقط خدا را؟ این مدعای سوره هست که اولین جا اینجا ذکر شده. ببینید مدعای این سوره توحید فی العبادت است، یعنی فقط خدا را عبادت کردن. علاوه از این یک سری مسائل دیگه هم مدعا هستند، ولی توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. من اینو دیروز خدمت شما نگفتم شاید، که در این سوره بیشتر 6 مبحث عمده هستند. یک توحید، دو رسالت،
3 جهاد فی سبیل الله، 4 انفاق، 5 امور انتظامیه، اموری که مربوط به نظم و ضبط هستند، 6 امور مصلحه. امور مصلحه یک سری عباداتی را میگن که از نظر معنوی انسان را تقویت میکند، بعد انسان بهتر میتونه امور انتظامیه را انجام بده، پایبند بشه، با انگیزه انجام میده. بنابراین اولین مدعای این سوره توحید است. 4 جا خداوند این مدعا را ذکر کرده. یکی همین یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دوم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، جز دوم آمده. سوم، جز سوم، اول جز سوم آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. چهارم در پایان سوره آخرین رکوع، لله ما فی السماوات و ما فی الارض الی آخره. در این 4 جا مدعای توحید تکرار شده، اول و آخر و وسط. الله تعالی فرموده اعبدوا ربکم. ما دیروز عبادت را خواندیم که عبادت عبارت از این که ما یک اعتقاد و شعوری داشته باشیم، درکی داشته باشیم که معبودی که من عبادتش میکنم این معبود بر من سلطه غیبیه دارد، یعنی هم نسبت به من علم دارد، هم نسبت به من قدرت دارد که مشکل من را حل کند و اون را من عبادت میکنم با غایت تعظیم، دعا، ثنا، همه را برای او انجام میدهم و هر چیزی که با تعظیم باشد و از این قبیل باشد عبادت است. لذا الله میفرماید عبادت ها را فقط برای من انجام بدید. اعبدوا ربکم، هم تفسیر جلالین هم تفسیرهای دیگه همه نوشتن وحدوا ربکم، چون که مشرکین مشکل عبادت نداشتند، مشکل توحید فی العبادت داشتند. پس اینجا باید طوری تفسیر کرد و ترجمه کرد که مشکل اونها ظاهر بشه. لذا الله می فرماید اعبدوا ربکم، عبادت کنید فقط ربتان را، الذی خلقکم، آن ربی که شما را آفرید. نعمت اول و دلیل اول. اینجا دلائل هم ذکر میشه، قبلا ما در اصطلاحات همین مثال را خواندیم. اینها دلائل عقلی هستند، انفسی هم هستند، بعضی ها آفاقی. الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، و همچنین کسانی را که قبل از شما بودند، کسانی را که قبل از شما بودند. دو تفسیر، یکی این که پدران شما، آبا و اجداد شما، هم شما را هم پدران شما را آفرید. دوم این که والذین من قبلکم، معبودان شما را آفرید، چون که معمولا انسانهای پیشین را عبادت میکنند، انسانهای گذشته را عبادت میکنند، نماد اونها را، بت اونها را، مجسمه اونها را درست میکنن، پرستش میکنن. الله میفرماید آخه خالق شما هم الله است، خالق اون گذشتگانی که شما عبادتشون میکنید هم خدا است. لذا الله میفرماید والذین من قبلکم، کسانی که قبل از شما بودند و شما به عنوان معبود اونها را اختیار کردید، اونها را هم الله خلق فرموده. لعلکم تتقون، کلمه لعل برای ترجی و امید بیاید، اما وقتی که نسبتش به خدای تعالی باشد به معنی یقین است. الله تعالی می فرماید شما عبادت کنید یقینا متقی میشید. شما توحید فی العبادت داشته باشید، با خدا کسی را شریک نگیرید. خب این دلائل عقلی انفسی بودن، حال دلائل عقلی آفاقی. الذي جعل لكم الارض فراشا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما زمین را فرشی، و السماء بناء، و آسمان را سقف قرار داد،
وأنزل من السماء ماء. اینها دلیل الذي جعل لكم سوم هست و السماء بنان چهارم است و انزل من السماء دلیل پنجم است. و انزل من السماء ماء و از آسمان آب نازل کرد فرو فرستاد. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به وسیله این آب از ثمرات از میوه ها بیرون کرد، بعضیشان را، همه را نه. رزقا لكم به عنوان رزق برای شما. فلا تجعلوا لله، این فای فصیح است، یعنی وقتی که چنین است هم شما را هم گذشتگان شما را هم رزق شما را الله خالق هست، پس شما با او شریک نگیرید. فلا تجعلوا لله اندادا، پس شما قرار ندهید برای الله ند، انداد شرکاء فی العبادت، در عبادت شریک قرار ندهید. و انتم تعلمون، و در حالی که شما میدانید که آن شرکا هیچ کاری نمیتوانند بکنند. و انتم تعلمون را نوشته تفسیر مدارک امام نصفی، و انتم تعلمون انها لا تخلق شیئا، شما میدانید که اون معبودان شما هیچ چیزی پیدا نمی کنند، ولا ترزق، هیچ رزقی به شما نمیدن. والله الخالق الرازق، خالق و رازق شما الله هست. پس فلا تجعلوا لله اندادا، با خدا شریک نگیرید. این که ما ابتدا گفتیم اعبدو به معنی وحدو هست، اینم دلیلش فلا تجعلوا لله اندادا. خدا اینجا ما را میگه با خدا شریک نگیرید، یعنی عبادت میکنید در عبادت هم شریک نگیرید، در عبادت خالصتا خدا را پرستش بکنید. خب فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. بعد از اینکه مسئله توحید دلائلش گفته شد، در آینده هم دوباره ذکر میشه، میرسیم به موضوع رسالت. گفتیم 6 موضوع عمده هست: توحید، رسالت، جهاد، انفاق و امور انتظامیه، امور مصلحه. حال موضوع رسالت. رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دلائل زیادی دارد، اما عمده دلیلش قرآن است. الله عزوجل می فرماید که اگر شما شک دارید در این قرآن، شما هم مثل این بیارید. اصلش چی؟ مسئله چی هست؟ ببین، یک شبهی و یک سؤال و اشکالی از طرف اونها مطرح شد. اون شبهه این بود که خداوند عزوجل این کتاب را نفرستاده، این کتاب را خود محمد ایجاد کرده، درست کرده. چرا؟ چون که اگر خدا این کتاب را میفرستاد، در این کتاب به اولیاء خدا توهین نمیشد، به دوستان و به بزرگان توهین نمیشد. تو این کتاب توهین شده. کجا توهین شده؟ میگه تو این کتاب اولیاء خدا را مثال دادم به مثل پشه، مگس، عنکبوت، که این توهین به اولیاء خداست و توهین به بزرگان و اونهایی که ما پرستش میکنیم هست. پس معلوم میشه که این کتاب کتاب خدا نیست. الله عزوجل میفرماید اگر کتاب خدا نیست، خب شما مثل این بیارید. اگر این کتاب کتاب خدا نیست، شما مثل این یکی بیارید. اما مثل این بیارید در چی؟ این نکته خیلی مهم است که خداوند عزوجل که تحدی می کند، به مبارزه می طلبد و می گوید مثل قرآن بیاورید، در چه چیزی؟ عموم مفسران می گویند در فصاحت و بلاغت، ولی حضرت شیخ رحمه الله می فرماید
و بعضی دیگر از محققین هم همین قائل هستند که این تحدی در فصاحت و بلاغت نیست تنها، بلکه به مبارزه طلبی در همه چیز. ببینید خداوند تنها عربها را دعوت به فصاحت به مبارزه نداده، عجم را هم دعوت داده، هر غیر مسلمان بیاورد. خب عجم که عربی بلد نیست که در فصاحت و بلاغت بیاورد، پس این در فصاحت و بلاغت دعوت داده نشدند، بلکه فصاحت و بلاغت هم است، عمدهش فصاحت و بلاغت است. اما مثل این کتاب بیارید در همه چیز. مثلا این کتاب احوال گذشتگان را چگونه دقیق بیان می کند، این کتاب درباره آینده چگونه دقیق پیشگویی می کند، این کتاب احکامش، مسائلش، ضوابطش چه قانونهای محکمی دارد، منضبط هستند که هیچ کتابی مثل این نیست. این کتاب مواعظش، تذکیرش، پند و اندرزش چقدر مؤثر است که انسان وقتی که این مواعظ را میشنود بی اختیار اشکش میریزد. از هر جهت این کتاب اعجاز دارد، تنها از نظر فصاحت و بلاغت نیست، از نظر راستی هست، صداقت هست، درستی مطالب هست، اخبار گذشتگان هست، پیشگویی های آیندگان هست، احوال انبیاء گذشته هست. در همه چیز مثل این کتاب بیاورید، تنها در فصاحت و بلاغت نه. لذا الله می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما در شک هستید از آنچه که ما نازل کردیم بر بنده ایمان، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید سوره‌ای که مثل این باشد. یک سوره خواسته مثل این باشد که در اون واقعات ماضیه و مستقبل باشد، تأثیر مثالهایش باشد، مواعظ و جامعیت دلائل و برهان باشد. چه دلائل محکم و قوی این کتاب بیان میکنه. در هر چیز مثل این کتاب بیاورید. و نه تنها شما، ودعوا شهداءکم، فرا بخوانید معبودان خودتان را. ودعوا شهداءکم گفتن یعنی استعینوا بآلهتکم فی ذلک، در این موضوع با آلهه خودتون از اونها کمک بگیرید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. اگر شما راست میگید که چی؟ که ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه، شما میگی محمد این را ایجاد کرده از طرف خودش. اگر راست میگی خب تو هم چیت کمتره، بیار مثل این. الله تعالی بعداً خودش میفرماید، پیشگویی میفرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تخویف اخروی هم است. اگر شما نمیتوانید، این شرط است، جزایش بعداً میاد. اما در وسط جمله معترضه خداوند پیشگویی میفرماید ولن تفعلوا، هرگز نخواهید توانست، هرگز نخواهید توانست. پس اگر نمیتوانید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون آتشی که اخگرهای اون آتش، زغالهای اون آتش مردم هستند و سنگ هستند. مردم یعنی مشرکین مکه و مشرکین و کفار. سنگ چه سنگی هست؟ ببینید بعضی گفتند مراد از این سنگ هایی که مردم اونها را عبادت میکردند، بتان منظور هستند. در جای دیگه است انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، شما با معبودانتون اخگر جهنم هستید. پس اونها را الله تعالی فرموده حصب جهنم،
این الحجاره همونه. چرا؟ به خاطر اینکه مشرک را بیشتر ذلیل کند، بیشتر شکنجه روحی بده که اونی که تو عبادت میکرده اینه که اینجا افتاده خودش تو آتشه. پس به این معناست والحجاره سنگ هست. و بعضی گفتن که این ابن کثیر نوشته قیل المراد بها حجاره الاسنام والانداد، سنگ های بتان و انداد هستند التي كانت تعبد من دون الله، بغیر از خدا پرستش می شدن. بعضی گفتن نه، مراد از این سنگ های آتشزا مثل گوگرد هستند. یعنی این سنگ سبب داغ بودن بیشتر آتش و سبب افروخته شدن و شعله ور زدن بیشتر آتش میشه. والله اعلم. لذا الله می فرماید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پس ایمان بیاورید و بترسید از آتشی که اخگر اون آتش مردم و سنگ هستند. اعدت للکافرین، آن آتش آماده شده برای کافرین مستحقین نار. و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. ببین یکی از عادات الهی و عادات خداوند عزوجل، سنت خداوند در قرآن اینه که هر وقتی که آیه ای را که در باره عذاب است ذکر میکنه، در کنار او آیه که در باره رحمت است هم ذکر میکنه. هر وقتی که ذکر جهنم میاد در کنارش ذکر بهشت هم میاد تا تعادل ایجاد بشه، یأس کامل، ناامیدی کامل نباشد بلکه امیدی هم باشد. این دو که با هم باشد، هم خوف باشد و هم ایمان باشد، اون وقت ببخشید هم خوف باشد و هم امید باشد، اون وقت ایمان نصیب میشه. پس الله می فرماید بعد از ذکر آتش بهشت را ذکر می فرماید. و من عادت الله، تفسیر کبیر گفته امام رازی، و من عادت الله انه اذا ذکر آیتا فی الوعید، عادت الهی این است که هر وقتی که آیه‌ای درباره وعید و تهدید ذکر کند، ان یعقبها بآیت فی الوعد، پشت سر او آیه‌ای که درباره وعده هست، مژده هست، بشارت است هم ذکر می کند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مژده بده کسانی را که ایمان دارند، ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ان لهم جنات تجری، اینکه برای آنها جناتی هست که جاری است، من تحتها الانهار، از زیر آن جنات نهرها، یعنی تحت اشجارها و مساکنها، معالم التنزیل، درختان و خانه ها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هرگاه که رزق داده شوند منها از آن بهشت، من ثمرت میوهی، هر دو من ابتدایی هستند. رزقا رزقی یعنی رزقوا رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگویند که این رزق همون رزقی هست که قبلا به ما داده شد. قبلا در کجا؟ بعضی گفتن قبلا در دنیا، یعنی هم شکل خوراکی های دنیا هستند، هم شکل میوه های دنیا هستند، اما ملائکه میگن نیستن، شما بخورید، رنگ یکی هست، شکل یکی هست، اما طعم مختلف است. میخورند میبینند چقدر تفاوت دارد. پس بر اساس این من قبل در دنیا. اما دومین که من قبل از این در همین بهشت چند لحظه پیش، چند ساعت پیش از همین میوه به ما دادند، اونجا گفته میشه نه، این اون نیست.
ببینی حسن بصری گفته قال الحسن یؤتی احدهم بالصحفه. صحفه یعنی دیس، بشقاب. برای یکی از اونها دیس میارند، سینی میارند که توش خوراکی هست، یأکل منها، از اون میخورد. ثم یؤتی بالاخرى، بعد یک صحفه دیگه میارن، یه دیس دیگه میارن، میگن من خوردم الان، فکر میکنه همونه چون هم شکله. فیقول هذا الذي اوتینا به من قبل، این همون میوهی هست که قبل از این به ما دادند. فیقول الملک کل، فرشته بهش میگه نه بخور. فاللون واحد والطعم مختلف، رنگ یکیه اما طعم مختلف است. و اتو به متشابها، معنیش اینه که متشابه آورده میشه. خب این نعمتی هست که نعمت خوراکی هست، نعمت جسمی خوراکی هست. حال نعمت دیگر در بهشت، ولهم فیها ازواج مطهره، برای آنها در آن بهشت همسران پاکیزه هست. قبلا این مطهره را بنده توضیح دادم که پاکی در سیرت و صورت، در یک جا پاکی کفایت نمی کند. بعضی اوقات در دنیا انسان می بیند که بعضی محاسن را یک زن دارد اما بعضی محاسن دیگه ندارد، محاسن ظاهری دارد محاسن باطنی اخلاق ندارد، یا برعکس باطنی دارد ظاهری ندارد. همه چیز در دنیا میسر نمیشه، کامل نیست. اونجا مطهرتون در سیرت و صورت، در ظاهر و باطن. و وصف چهارم بهشت، و هم فیها خالدون، الله می فرماید آنها در آن بهشت همیشه میمانند، همیشه ماندگار هستند. خب ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، این جواب آنان است، جواب حاکمانه آنان که اونها میگفتند تو این کتاب چرا هر مثلی برای خدایان ما گفته شده، مثل مگس و مثل پشه و امثال اینها. الله تعالی می فرماید خداوند مثال را ترک نمی فرماید. لا یستحیی، معنای استحیا حیا هست. حیا قبلا خدمت شما عرض کردم بعضی صفات هستند که ابتدایشون انفعال است. حیا هم از اون صفات است، یعنی ابتدا باید از یک چیزی متأثر بشه بعدا حیا داشته باشه. مثلا یک زن، یک دختر حیا داره، بعد از اینکه یک مرد را میبیند حیاش معلوم میشه که خودش را میپوشد، خودش را مخفی میکند، سرش را پایین میگیرد. پس ببینید حیا یک صفت انفعالی هست. انسان متأثر میشه از چیزی که میبیند، بعداً حیا دست میدهد. وقتی که حیا آمد نتیجه حیا چی هست؟ نتیجه حیا ترک فعل. مثلا میخواد اینجا تو خونه بیاد، وقتی میبینه اینجا کسی هست که از او خجالت میکشه نمیاد، پس ترک آمدن. میخواد بخوره خجالت میکشه نمیخوره، میخواد نماز بخونه خجالت میکشه نمیخونه، یعنی ترک میکنه. پس درباره خدای عزوجل این مثال ها گفتیم به اعتبار غایه و پایان هست. لا یستحی یعنی لا یترک، با ابتدایش کار نمیداریم. الله ترک نمی کند. ان یضرب یعنی خدا بیان می کند. ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، این که بزند مثال پشه یا فما فوقها، بالاتر از پشه. بالاتر از پشه چی هست؟ ببین دو چیزه، یکی این که بالاتر از پشه
از نظر حجم. خب بالاتر از پشه از نظر حجم چی هست؟ مگس هست. یکی این که بالاتر از پشه در تحقیر، در قلت. پشه بسیار کوچک است. بالاتر از پشه در کوچکی چی هست؟ پر پشه است که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دنیا را به پر پشه مثال دادن. پس این هر دو میتونه تفسیر باشه. الله می فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله ترک نمی فرماید، رها نمی فرماید اینکه مثال بیان می فرماید مثال بعوضه یا ما فوق بعوضه. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. اما کسانی که ایمان دارن به خدا میدانند که این حق است از جانب رب. یعنی همین مثالی که گفته شده کلام الله است، کلام الرحمن است، حق است، من عند الله است. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما کفار در ذهنشون این مثال نمیاد. کسانی که کفر کردن میگویند چه اراده الله داره با این مثل. خب الان خدای تعالی جواب دیگری که جواب حکیمانه هست بیان میفرماید. اون جواب اینه که یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. خداوند به وسیله این مثل بسیاری را گمراه میکند، بسیاری را هدایت. بسیاری متوجه میشوند و به مسیر میان، اما بسیاری متوجه نمیشوند، میگن مراد خدا چیه، مقصد چیه. و ما یضل به الا الفاسقین. اما از این گمراه نمیشوند مگر فاسقون. فاسقون یعنی الخارجون عن حدود الایمان، اونایی که از حدود و چارچوب ایمان خارج شدند. الان علامت فاسقین و صفت اونها الله می فرماید الذين ينقضون عهد الله. فاسقین آنهایی هستند که پیمان خدا را شکستند. پیمان خدا چیه؟ توحیده. و عهده الى جمیعهم فی التوحید. پیمان خدا به تمام انسانها درباره توحید است. فی امره محتج به لرسول من المعجزات، که معجزاتی برای رسول هم میفرستد در تایید همون توحید. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. بازم صفت دوم فاسقین، هر چیزی را که خدا دستور داده وصل بشه، فاسق چیکارش میکنه؟ قطعش میکنه. و یقطعون ما امر. مثلا رحم را صله رحم بشه، وصل بشه، اون قطعش میکنه. و یقطعون ما امر الله به، آنچه که خدا امر کرده به آن، بهی مبدل منه است، ان یوصل بدل است، یعنی امر کرده به وصل. و یفسدون فی الارض. و دیگه اینکه فاسقین در زمین فساد میکنند. اولئک هم الخاسرون. اینها خاسران هستند، زیانکاران هستند. ثمره فسق خسارت در دارین هست. صدق الله.